این بزرگترین اشتباهیه که زمان تاییدیه گرفتن مرتکب میشین و همش مربوط به انتخاب تایم فریمه. ما یک شکست و پولبک خیلی مشخص روی تایم فریم 2 ساعته داریم که به سطح 0.618 فیبوناچی هم واکنش نشون داده. ساختار و روند مشخص هستند و همه چیز منطقی به نظر میاد، اما اشتباه میکنید، چون بلافاصله میرید سراغ تایم فریم 5 یا 15 دقیقه یا هر تایم فریم دیگه‌ای که بهش عادت دارید تا تاییدیه بگیرید. اما خب بازار اینجوری کار نمیکنه. این تایم فریم ها نیستن که باید بهتون تاییدیه بدن، بلکه ساختاره و ما برای تاییدیه گرفتن باید ساختار رو داخل پولبک شناسایی کنیم. توی این مورد این ساختار فقط توی تایم فریم 1 ساعته مشخصه. اینجا جاییه که میتونیم کف بالاتر و تغییر جهتی که دنبالش بودیم رو پیدا کنیم. بعضی از معاملات روی تایم فریم 15 دقیقه تاییدیه میدن، بعضی ها روی نیم ساعته و بعضی ها هم روی 1 ساعته. خودتون رو به یک تایم فریم مشخص عادت ندید.